خیلی خوب. شروع کنیم درس رو شروع کنیم یا صبر کنیم؟ صبر کنیم حسش بیاد. خب دقت کنم. فهمیدیم کامپیوتر چیه؟ پردازنده چیه؟ فهمیدیم که پردازنده آکومولاتور داره که جواب محاسبات میره توش قرار میگیره. فهمیدیم کامپیوتر ALU داره، آکومولاتور داره، یه سری عملیات محاسباتی منطقی انجام میده، یه سری دستورات جامپ داره، دستورات کال داره، یه سری دستورات جابجایی اطلاعات داره و خلاصش اگه بخوایم بگیم این شکل رو با هم دیگه ببینیم. یه سری دستورات تو رامن 0 و 1 ان. این 0 و 1 ها میان توی کامپیوتر میفهمه که چه کاری ازش خواستیم. دونه دونه این دستورا میان. ممکن ازش بخوام که یه اطلاعاتی رو بریزه توی ثباتی. ثبات چیه؟ یه سری حافظه داخل سی پی یو هستن به نام‌های مختلف، مثلا BCD، ABCD، که اجازه میده که هر چی که دوست داریم توش بریزیم. برای چی این مقدارا رو میریزیم؟ برای اینکه روش کار محاسباتی منطقی انجام بدیم. مثلا 5 و 4 رو که میخواین جمع کنیم، ممکنه تو ثبات B 5 رو بریزیم و تو ثبات D 4 رو بریزیم، بعد جمعشون کنیم. همونجوری که اینجا دیدین تو این سیستم هم دیدین، یه دیتا رجیستر داشتیم یا اکومولاتور برای اینکه دیتا توش بریزیم. توی Z80 هم مثلا ثبات ABCD EHL رو داشتیم که هر چی دوست داشتیم توش میریختیم، جمع می‌کردیم، تفریق می‌کردیم، اند می‌کردیم، اور می‌کردیم و برنامه پیش میرفت. همه برنامه‌هایی که ما می‌نویسیم مثلا به زبان C یه جورایی میشه در زبان اسمبلی، بعد میشه زبان ماشین، همش از ضرب و تقسیم و اینجور کارا تشکیل شده. یعنی شما گیمی که بازی می‌کنی آخری ضرب و تقسیمه. این محاسبات مثلا گرافیکیش و اینا همه ضرب و تقسیم و جمع و تفریق. یه سری اطلاعات میاد تو سی پی یو پردازش میره مثلا توی رم قرار میگیره دوباره. خلاصه سی پی یو رو اگه بخوایم ببینیم، میکروپروسسور اگه بخوایم ببینیم، داخلش یه سری رجیستر داره، یه ALU داره و یه واحد کنترلی که دیده نمیشه، همه کارا رو این کنترل میکنه. یه رام داریم یا فلش، البته فلش هنوز توضیح ندادیم. یه رام داریم که برنامه توشه، یه رم داریم که متغیرات توشن و یه چیزی داریم به نام اینپوت و آوتپوت. اینپوت و آوتپوت چی ان؟ ورودی خروجی. هیچ کامپیوتری نیست که بدون ورودی خروجی معنی پیدا کنه. ببین شما بالاخره یه چیزی باید از محیط بگیری، از کاربر بگیری، از محیط بگیری. از کاربر ممکنه مثلا کیبورد و موس و اینا رو بگیری، اسکن رو بگیری، یا از محیط ممکنه دما و نمیدونم حرکت یه نفر از جلوی مثلا اون دوربینو، نمیدونم شدت نور و اینا رو بگیری و بعد روش یه پردازش انجام بدی، اینو بدیش به خروجی. خروجی ممکنه چی باشه؟ همین اسکرینی که الان ما داریم از ویدیو پروژکتور. خروجی ممکنه چی باشه؟ پرینتر باشه، چی؟ 0 و 1 باشه، یه LED باشه روشن خاموش میشه، یه در باشه که باز میشه مثلا. به هر حال ولی آیا کامپیوتری وجود داره که ورودی خروجی نداشته باشه؟ اصلا معنی نمیده. به چه درد میخوره؟ پردازش رو چی انجام بده؟ ورودی خروجی نداره. خیلی اما میکروکنترلر رو نگفت. گفتیم؟ میکروکنترلر چیه؟ حالا الان تازه میخوام بگیم، اگه ایده تو ذهنتونه اول بگیم بعد. خب میکروکامپیوتر بیشتر برای خود ایزه کامپیوتر بکنه. آره. میکروکامپیوتر خارجی میشه برای وسایلی که تو میکروکنترل. لحاظ کاربردی مقدار مقایسهش کردن، گفتن که میکروکامپیوتر، میکروپروسسور برای کارهای همه منظوره، جنرال پرپس کامپیوتر. زیاد خیلی رفتیم. بفهم. سلام. تو فیلمیم. میکروپروسسور همیشه با یه مفهومی همراه به نام جنرال پرپس کامپیوترز، کامپیوتر همه منظوره. رم و رام و اینا داره، یه مادربرد داره، میذارین کنار هم دیگه، هر کاری دوست دارین باش میکنین، بازی و فتوشاپ و هر چی که دلتون بخواد. در مقابل میکروکنترلر نه، کاربردش محدود. کاربرد میکروکنترلر رو اصطلاحاً با یه مفهومی همراه به نام امبدد سیستم. شنیدین اسمشو؟ ممکنه شنیده باشین. امبدد سیستمز. امبد یعنی یه چیزی رو، الان این کمد یه
کشو توش امبد شده، نهفتش جاسازی شده. اصطلاحاً میگن سیستم‌های تعبیه شده. الان توی ماشین لباسشویی شما یه کامپیوتر امبد شده، یه سیستم البته بهتر بگیم امبد شده. به خاطر همین اینا یعنی در واقع کاربردشون محدوده. حالا بگیم تک کاربردی یا برای کاربردشون محدوده، همه کار نیست. اما ذاتاً چی هم؟ ذاتاً میکروکنترلر بیشتر از یه پردازنده است. یعنی تو اون آیسی که شما تا الان فقط پردازنده داشتین، تو همون آیسی بیشتر از یه پردازنده است. چه چیزایی تو اون آیسی هست؟ میکروکنترلر عین میکرو پروسسور یه آیسیه، همون پایه ها رو داره. حالا این پکیجش باشه یا پکیج‌های مختلفی که هست، هیچ فرقی نمیکنه. ولی تو دلش غیر از پردازنده 3 تا قسمت مختلف هست. رام یا همون فلش که به چه درد میخوره؟ گفتیم که رام به چه درد میخوره؟ فلش. اصلا همش میگم فلش که توش برنامه رو می‌ریزیم. رام هم که برای متغیرهای ماست و ورودی و خروجی. چون میدونید الان میتونین ارتباط بدین به اینکه تک منظوره است و اینکه مثلا تو خودش همه چیزو گذاشتن. یک کامپیوتر کامل داخل آی سی، یک کامپیوتر کامل رم و رام و ورودی خروجی، که ورودی خروجی مثلا ممکنه چی باشه؟ ورودی خروجی منظورم این نیست که این چیپ روش پورت یو اس بی داره، جا نمیشه که پورت شبکه روی چیپ رو آی سی داریم. پایه‌هاشو داره، پایه‌هایی که مخصوص مثلا یو اس بی، 4 تا پایه داره مثلا یو اس بی. پایه‌های لن مثلا 8 تا پایه داره لن. پایه‌های حالا آی تو سی شاید شنیده باشین شاید نشنیده باشین، 2 تا پایه داره آی تو سی. یا پایه‌های اس پی آی احتمالاً شنیدین یا نشنیدین، اینا میخونیم تر. 4 تا پایه داره اس پی آی. یا یوزارد 2 تا پایه داره. این پایه‌هاشو گذاشتن برای اینکه شما اینو بیارین روی یه بردی و وصلش کنین به در واقع یو اس بی و لن و شما بگین اس پی آی و آی تو سی و غیره. و البته ورودی ADC هم داره. ADC میدونین چیه؟ مبدل آنالوگ به دیجیتال کانورتور. مبدل آنالوگ به دیجیتال. خب بذار تعریف کامل کنم بعد ای سوال داشته بگم. پس بذار ببین پس میکروکنترلر چی شد؟ این چیزی که میبینی اینجا یه میکروکنترلر تو یه آی سی، یه میکروپروسسور به علاوه ورودی خروجی رم و رام. بله ورودی خروجی رم و رام. اوکی، یعنی شما میتونی یه کامپیوتر داشته باشی روی آی سی که پروگرامش کنی و وصلش کنی به یو اس بی و لن و چیزای مختلف. چه خوبیایی داره این طراحی که همه چیزو توی یه دونه آی سی بذاریم. نه خوبیاشو حالا بگیم. فضای کمتری میگیره دیگه شما. نه آره اگه بخواید جدا، آره دیگه شما خوبی از دید خوبی بگو. اگه به قرار باشه اینا بیرون باشن فضای بیشتری میگیره، بله درسته. پس معنیش اینه که فضای کمتری میگیره. ببین این تا الان تو میکرو کامپیوترها این یه مادربرد بود، یه برد بودی، یه برد بزرگ بود، ولی الان همش رفته داخل یه آی سی قرار گرفته. چیزای جانبی کنارش قرار میدن دیگه چه خوبی داره؟ سرعت رو نمیشه واقعا، هر چقدر پول بدی تو این سرعت، یعنی شما هر چقدر پول، مصرف انرژی کمتری داره، انرژی پس خیلی خوب. بعد حجم، بله هزینه خیلی ارزون تر در میاد، چون همه چیز توی آیسی ارزون تر در میاد. و یه سری محدودیت هم داره دیگه. محدودیتاش چیه؟ حافظه‌اش کمه، بله. ورودی خروجیش ممکنه محدود باشه، بله. فرکانسش همون چه سرعت محدود داره در واقع. خیلی چی؟ آبی بنویسیم؟ باش. این چون الان قرمز انتخاب کردم. خب این میکرو کنترلر. بقیه‌اش چیه؟ بقیه این بقیه چی هست؟ آها باریکلا.
یه امبدد سیستم این چیزایی که الان میگم دارم. یه میکروکنترلر داره امبدد سیستم، به علاوه دو تا قسمت. اینو من میکنم دو قسمت. یه قسمتشو بهش میگن سنس، مدار حس، از محیط هر چیزی که شما بگین دریافت میکنه. نور، شدت نور، غلظت، بگین مثلا دما، رنگ و چیزهای مختلف، دکمه، آره چیزهای شیمیایی مختلف، صدا، بله فرکانس صدا، یا فشار دادن یه دکمه مثلا، چیزهای دیجیتال، یا یه تصویری از یه دوربین، میشه در واقع سنس. در مقابل شما سنس که کردین اینو میدینش به میکرو، بذارین من این فلشه رو بیارم پایین بدمش. چرا این فلش اومد پایین؟ چون از طریق آیو پورت ها وارد میکرو میشه دیگه. این آیو پورت ممکنه یوزارت باشه، ممکنه آی تو سی باشه، اس پی آی باشه، لن باشه، هر چی که شما فکرش میکنید به اون واسطه ارتباطی. نه بیرونه دیگه. اون میکروکنترلر سمت چپ، این مرزی که الان من دارم میکشم توی یه آی سیه. این یه آی سی، بعد میریم روی بورد. این دیگه یه بورده که روی این بورد حالا غیر از آی سی میکروکنترلر چیزای دیگه هم هست. مدار سنس هست، یعنی چیزی شما از محیط داری میگیری، بعد یه پردازش روش انجام میدی و یک عکس العملی به محیط نشون میدی. سنسورها دو دستن، آنالوگ و دیجیتال. سنسور آنالوگ داریم که ولتاژ متغیر به شما میده، شما بعد خودت بفهمی هر ولتاژی مربوط به چه دمایی، چه غلظتی، چه شدت نوری، چه رنگیه. سنسور دیجیتال داریم که پیکسل رو میگیره، رنگاشو قشنگ جدا میکنه، آبی و قرمز مثلا سبز و اینا، بعد شماره هر رنگو دیجیتال به شما میده. سنسورها دو قسمتن، آنالوگ و دیجیتال. دیجیتال‌ها گرونتر، کاربرد پیچیده‌تر ولی دقیق‌ترن و آنالوگا ارزونتر و ساده‌تر و ولی دقتشون یه مقدار پایین‌تر. خب همه اینا رو که گرفتیم، پردازش روش انجام دادیم، مثلا آسانسور که دکمه رو میگیره یا اون در اتوماتیکی که باز میشه وقتی فردی ازش عبور میکنه، یه پردازش داریم و یه عکس‌العمل به محیط. عکس‌العمل به محیط رو اصطلاحاً بهش میگن مدار اکچوئیتور. برای اینکه این بشه در واقع با این بخونه، من میگم سنسور و میگم اکچوئیتور. این مدار حسگر، این مدار عکس‌العمل. آره اکچوئیتور یعنی یه چیزی رو محرک میشه، محرک فارسیش حالا. خب محرک هایی که داریم الان چی مثلا، چه مثالی میتونی بزنی؟ چی؟ شیرا، بله ممکنه شیرا. چی؟ بگین. موتور، بله موتور، آسانسور یا هر جایی کار میکنه. خیلی چیزا هستن دیگه. مثلا توی موبایل شما سنسور شما اون چشمی که روی موبایلتون دارین و شدت نور رو تنظیم میکنه هست، ببخشید شدت نور رو لمس میکنه، حس میکنه. و بعد اکچوئیتور شما چیه؟ LCD تونه. LCD که نور LCD کم و زیاد میشه دیگه. سناریو اینه دیگه، یه شما یه سنسور دارین روی موبایلتون که وقتی که نور زیاده صفحتون پر نور میشه، وقتی هم نور کمه توی شب صفحتون کم نور میشه. سنسورتون میشه اون سنستون میشه اون مدار سنستون میشه اون حسگره و مدار اکچوئیتورتون هم میشه در واقع LCD تون، برایتنس LCD تون. بگذاریم خیلی مثال زیاده دیگه. یه شکلی من نشون شما میدم و انتظار دارم که بگین که این شکل اگه توی آی سی باشه، اگه توی آی سی باشه میکروکنترلر یا میکروپروسسور؟ چرا میگه میکروکنترلر؟ یه رام داره، برنامه ها اینجا قرار میگیرن، یه رم داره که در واقع متغیرها اینجا قرار میگیرن، سی پی یو، بله کل این چیزی که من اینجا دورش خط میکشم سی پی یو ماست. واحد کنترل ALU و ثبات ها و دیگه بقیهش اینا چی هن؟ الکی اینا هم همشون IO هن. میکروکامپیوتر هم همینه ولی میاد روی مادربرد قرار میگیره، بعد کارش همه منظوره میشه. سوال نداری؟ اینجا سلف چک رام نمیدونم. حالا این مثلا یه
چیز خاصیه، فقط تو مدل این مدل در واقع سی پی یو موتورولاست این دیگه M68 05. این یه میکروکنترلر ساخت موتورولاست. موتورولا که حالا این چیه؟ من فکر میکنم که یک رامیه که میاد. آره فکر کنم این یه برنامه توش داره، بزن ضبطش نکنیم چون خیلی مهم. میگن که سنسور چجوری کار میکنه. ببین ما اولا که سنسور چی هست؟ سنسور یک، بعضی سنسورها اینجوری هستن، یه مثال میزنم دیگه. یه سمت 3 تا پایه داره، یه سمتش به VCC، یه سمتش به زمین، یه سمت خروجی داره، خروجی حسگر. اینجا ولتاژ دارین، ولتاژ متغیر. بر اساس چی تغییر میکنه این ولتاژ؟ بر اساس اون متغیر محیطی که این سنسور باید سنس کنه. دما، نور، غلظت، pH. این تو چه خبره؟ مرتبط میشه با مهندسی مواد. شما باید یک ماده‌ای بسازی که نسبت به نور حساس باشه. مثلا مقاومتش تغییر کنه نسبت به نور، نسبت به pH مقاومتش تغییر کنه. یه همچین داستانی هستش در رنجای کمال. مثلا اگه دیده باشین، حالا نمیدونم توی آزمایشگاه الکترونیک یک مقاومتی هست که مثلا اینجوریه، جلوی دوربینای یاشیکا هم یه زمانی بود، دوربین قدیمیای فیلم می‌خوردن اگه می‌دونید، و این وقتی نور بهش میخوره، مقاومتش تغییر میکنه. ما معمولا مثلا یه پتانسیومتر میگرفت، یه در واقع مولتی متر میگرفتیم و میدیدیم که مثلا رو به نور بیرون مثلا چقدر مقاومت داره، رو به نور داخل مقاومتش چقدر. این پایش مربوط میشه به علم مواد، نه مثلا الکترونیک اینا. بعدن که ساخته شد متریالش میاد توی مثلا الکترونیک مثلا چیز میشه، تیون میشه و در واقع اوکی. یه بحث کوتاهی هم در مورد کامپایلر داشته باشیم. کامپایلر یه ابزاری که شما برنامه نویسی میکنین، توش تبدیلش میکنه به کد ماشین. شما زبان سی حتما نوشتین. زبان سی رو کجا می نوشتین؟ اون ابزار یادتونه اسمش چی بود؟ ویژوال. بله، ویژوال استودیو. شما توی این می نوشتین. این کامپایلر بود. ویژوال استودیو که توش سی پلاس پلاس می نوشتین یه جور کامپایلر. هدف این بود که یک زبان سطح بالایی رو، زبان سطح بالا چه جور زبانیه؟ بارکالله، تعریف خیلی خوبه. به گفتار نزدیک‌تره و فاصله داره از زبان اسمبلی که یه مقدار سخت‌تره، مثلا زبان سی، مثل سی پلاس پلاس، مثل سی شارپ، مثل جاوا، مثل پی اچ پی. شما برنامه‌تون خیلی راحت توش می‌نویسی. یه خط برنامه می‌نویسی که این یه خط معادل ممکنه چندین خط، ده‌ها خط، صدها خط اسمبلی باشه و بعد اینو کامپایلش می‌کنی. تبدیل میشه به چی؟ اسمبلی. اول اسمبلی و بعد اسمبلی تبدیل میشه به 0 و 1 یا زبان. کی این کار رو انجام میده از اسمبلی به زبان ماشین؟ کامپایلر یه چیز داره به نام اسمبلر که عملا این کار برای ما انجام میده. اسمبلی یعنی جمع میکنه. نه، اسمبلر، ببین شما کامپایل که میکنی هر دستوری تبدیل میشه به سری دستور اسمبلی. لود و اینو حالا ندید بگیر، میشه این لود، اد، سابترکت، استور. الان این دستور نگاه کنیم، بی به علاوه سی شده منهای دی شده، ذخیره شده توی آ. من الان بی رو لود کردم، جمعش کردم با سی، تفریقش کردم با دی، ذخیرهش کردم توی. این تازه اسمبلیه، قابل اجرا توی ماشین است. توی ماشین بخواد اجرا بشه باید تبدیل بشه به 0 و 1. 0 و 1 چه؟ نه، زبان اسمبلی همین نوشته‌ایه که میگن زبان اسمبلی. این که لود و استور دستورات خیلی سطح پایینی آره.
اما هنوز به درد ماشین میخوره. به درد ماشین وقتی میخوره که بشه 0 و 1. چه کسی زبان اسمبلی میکنه 0 و 1 بهش میگن اسمبلر. اینم تو خود کامپایلر هست. یعنی کامپایلر معمولا کامپایل میکنه بعد یه اسمبلر توش داره که اسمبلی انجام میده. خب دنباله ها چجوری میفهمه؟ چی؟ دنباله صفر یک چه کار بود؟ آها دنباله‌های فکر کنم اون جلسه بودی اینو ما اجرا کردیم. این نبودی احتمالاً اون جلسه بودی. ببین من اون چیزی که اون جلسه نشونتون دادیم همین ابزاره بود. من گفتم که شما توی حافظت 0 و 1 که می‌نویسی مثلا اینجا می‌نویسی 3 اینتر. این 3 0 و 1 دیگه. حالا به صورت هگز من نوشتمش. مثلا 3 میشه 0 0 1 1 ای هم میشه 1 1 1 0. این یه مفهومی برای کامپیوتر میده. اینکه چه مفهومی میده ما خیلی درگیرش نیستیم. ما زبان سی می‌نویسیم میشه اسمبلی میشه کد ماشین. خیلی درگیر این مسئله میشه. ولی واقعا این سی برای کامپیوتر یه مفهومی میده. من همین سی رو الان میتونم اجرا کنم. این الان حافظه بود. من یه استارت میزنم میشه لود توی آ 0 0 هگز. یا مثلا میتونم چیز کنم. میتونم به جای 0 0 بنویسم مثلا 10. الان 3 10 برای کامپیوتر یعنی این که لود کن توی آ 10 هگز. حالا اسمبلر دقیق میدونه که چه کد ماشینی مال کدوم دستور اسمبلیه. خب و دقیقاً به جای لود مثلا دستورشو میذاره، به جای اد دستورشو در واقع مقدار باینریشو میذاره، به جای سابترکت مقدار باینری، به جای استور مقدار باینری، همه رو مینویسه پشت سر هم میره توی رام قرار میگیره. اون بالا کامپایلر هم دقیقاً میدونه چه دستور سی باید بشه چه دستور اسمبلی. اینا رو دقیقاً میدونن دیگه از توی جدولی پیدا میکنن. خب وقتی میدونه چه کدومی داره به اسمبلی تبدیل کنه بعدا به صفر مستقیم میشه. چرا میشه مستقیم هم تبدیل کرد ولی این ببین این اتفاق حالا ممکنه همش توی یه ابزار باشه و این اتفاق یه دفعه یه جا بیفته ولی معمولاً برنامه‌های سی تو پروژه‌های بزرگ چندین فایل مختلف مثلا 10 تا 20 تا 30 تا فایل سی که باید به هم بچسبن همشون میشن اسمبلی بعد به ترتیب در واقع شروع میکنن به تبدیل شدن به کد ماشین. ولی خب حرف شما درسته من نقضش نمی‌کنم. من میخوام فقط سلسله مراتب رو نشون بدم توی زبان‌ها. هدف این نبود که بگم حتما تبدیل میشه به فایل اسمبلی بعد حتما چی؟ کل زبان‌ها به این تبدیل میشن. بله اینجوریه. من این خط این وسط بکشم. یک سمت آرمو داریم. یک سمت ویندوز و اینتل. آرم کیه؟ اینتل کیه؟ دو تا کمپانی سازنده میکروپروسسور چی؟ اصلا با اینجا یکی از شرکتایی که تحت شاید از لحاظ مثلا اقتصادی وابسته به این باشه یه مال این باشه اصلا کلا. خب ولی اتمل اینتل. چرا اینو میگم؟ چون سی پی آی که اینتل درست میکنه هیچ ارتباطی به سی پی آی که اتمل درست میکنن نداره. اصلا کارشون جداست. اون میکرو کنترلر درست میکنه این میکروپروسس. بعد آرم که اتمل نیست که. یکی از آرم چیه؟ آرم یک معماریه. معماری آرم میگم. معماری یعنی چی؟ یعنی من الان ببین این یه معماری بود. معماری کی؟ موریس مانو. سازندش مبدعش موریس مانو بود. ما یه معماری داریم داخل AVR بهش میگن معماری هاروارد. معماری رو با هم فرق می‌کنن. وقت معماری چیه واقعا ذاتاً؟ همین رجیسترها و این که چه دستورایی داریم، چه آب کدی مال چه دستوریه، چه زبان اسمبلی داریم، چه رجیسترایی این داخل داریم ها. اینو بهش میگن معماری. آرکیتکچر. ساختار چه شکلیه؟ اینا دو تا معماری خیلی معروف داریم توی حوزه کامپیوتر. یکیش معماری اینتل که شما هر روز داریم باش کار می‌کنید. x86 در واقع سمبولشه. میگن x86 یعنی معماری اینتل. به خاطر اینکه از 8086 شروع شد. 8086 186 286 386 486 پنتیوم و غیره. اینو بهش میگن x86. حالا الان شده x64 بعد. الان دیگه با x64 هم تو شناخته میشه. به هر حال اینا نماینده اینتلن. یعنی مارکایی ان که شما وقتی اینا رو می‌بینی می‌فهمی که این پردازنده معماریش معماری اینتل. اونجا شما معماری آرم رو داری که یک معماری متفاوتیه
جایگاهشون هم اینجوری بگم، اینتل از لحاظ زمانی با به وجود اومدن کامپیوترهای شخصی خیلی رو اومد. شما الان هر کامپیوتر شخصی بخوای بری بخری، یا مثلا پردازندش اینتل یا AMD که هر دوتاشون مموری اینتل دارن، یعنی هر دوتاشون یه سی پی یو رو میسازن با چیزهای مختلف، با مثلا 2 تا کارخونه مختلف. ها اون آر مموریه که رفت سراغ تلفن‌های همراه. هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد بتونه به اینتل در واقع نزدیک بشه حتی از لحاظ اقتصادی، اما یه دفعه اینا در واقع اون کسایی که طراحی معماری بودن خیلی خیلی زود متوجه شدن که دنیا داره میره به سمت تبلت‌ها و موبایل و نمیدونم چیز سلفون‌ها و اینا، اسمارت فون‌ها. سلفون هم میشه هم موبایل دیگه. و اینا اون هدفشون رو، بازار هدفشون رو گرفتن موبایل‌ها و سلفون‌ها. نه این سلولاره دیگه، اینا چون سیستمشون سلولاره. خیلی خوب، به هر حال کجا بودیم؟ این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، آرکیتکچراشون با هم دیگه فرق میکنن. خب به نظر شما زبان اسمبلی اینا یکیه؟ نه یکی نیست. زبان ماشینشون یکیه؟ پس من برنامه‌ای که به زبان سی می نویسم، آیا اینجوری براتون بگم چی؟ خسته شدین؟ خسته نشد. خب ببینید اینجا دستور جابجایی اطلاعات چیه؟ چه شکلیه؟ موو هستش. اینجا چه شکلیه؟ لود. برای زبان اسمبلیشون با هم فرق میکنه. سی پی یو داخل چیز، ثباتای داخلشون هم فرق میکنه. زبان ماشینشون هم با هم دیگه فرق میکنه. پس من اینجوری بگم برنامه‌ای که برای آرم ساخته شده روی اینتل اجرا نمیشه. برنامه‌ای که حتی به زبان اسمبلی آرم نوشته شده روی اینتل قابل ترجمه نیست. قابل تبدیل به هم دیگه هستن اینجوری، بله، ولی به هر حال باید تبدیل بشن. اما یک زبانی هست که اجازه میده شما یک گزاره‌ای رو بنویسین و بعد برای کامپیوترهای مختلف اینو کامپایلش کنین. اون چیه؟ زبان‌های سطح بالا مثل سی هستن. شما زبان سی می‌نویسین، بعد با ویژوال استودیو تبدیلش میکنین به زبان مینتل. و مثلا با یه چیزی مثل کیل اسمش شنیدین؟ بعضی شنیدن. برای آرم و کیل مال آرمه، بعد اصلا کامپایلر آرمه. شما میتونید توش به زبان سی برنامه بنویسین، تبدیل میشه به کیل. چه میشه این برنامه اسمبلیش با هم داره، یعنی چیزی که می‌نویسه اسمبلیشون تو کنارش میشه ببینی. آره اتفاقا کد ویژن هم همینجوریه. ویژوال استودیو هم همینجوریه، داره ابزارشو. یعنی شما هر چی می‌نویسید میتونی اسمبلیشو کامل ببینی. اصلا همشون تقریبا این امکانو دارن که میتونی اسمبلی که نوشتی رو ببینی. ممکنه دم دست هم باشه، تو کیل بیشتر دم دست. به هر حال اما یه قانون خیلی مهم وجود داره. من برنامه نوشتم برای آرم، کامپایل کردم شد برای آرم. برای اینکه دوباره اینو برای اینتل تبدیلش کنم برای اینتل، دوباره باید چیکارش کنم؟ کامپایلش کنم با ابزار خودش. دوباره باید کامپایلش کنم. چی؟ آره اینا میرن تو رام. و اون وقت مثلا خط به خط شروع میکنن اجرا شدن، میرن تو رام. چی؟ آها، این که این چه معنی میده؟ باریکلا. این میگن که این چه معنی میده برای کامپیوتر، کجا ذخیره شده؟ کنترل یونیت کارش همینه. واحد کنترل که ما اصلا نمیبینیمش، کارش اینه که به محض اینکه میبینه، مثلا میبینه اینجا شما دارین 1 1 0 0 0 1 0، این میفهمه که منظورتون مووه. واحد کنترلی ما داریم که سری مدار منطقیه، میفهمه شما از 0 1 ها منظورتون مووه. نه حافظه نیست، نه یک مدار منطقی. خیلی هم ساده است، این چیزی پیچیده‌ای نداره اون. خب
برنامه‌ای ساخته نشد این روزا رو با هم تبدیل کنیم. اینجوری نه برنامه ساخته نشده که حتی به لینوکس و به ویندوز، برنامه لینوکسی به ویندوز تبدیل کنه. با اینکه پردازندشون اینتله ولی چون سیستم عاملشون متفاوته حتی هنوز خیلی کامل نمیتونن از ویندوز بیارنش به لینوکس. اما خب سوال خوبی پرسید. میگن الان من سوالم اینه که آیا زبانی وجود دارد که بدون نیاز به کامپایل دوباره روی، حالا من می‌نویسم تقریبا تمامی ماشین ها اجرا شود، اصلا هیچ کامپایلش نکنیم، همینجوری برنامه رو بیاریم همه جا اجرا بشه تقریبا؟ الان نه، صحبت این که اجازه نمیده اینه که شما میدونید زبان اسمبلی ماشین ها با هم دیگه فرق میکنه. برای من یه چیزی که تبدیل شده به این 0 و 1 دیگه به درد اون یکی ماشین نمیخوره، چون 0 و 1 یه معنی دیگه تو ماشین خواهند داد. نه منظورم اینه که یه برنامه داشته باشیم رو فلشمون همه جا اجرا بشه. چی؟ چرا؟ جوابش اینه که برنامه‌های جاوا همه جا اجرا میشه. چرا؟ دلیلش الان براتون میگم. بذارین کیلو نشونتون بدم. میخوام پاک کنم دیگه. خب نمیبینمش. جاوا چی هست؟ جاوا یه زبانی مثل سی، خیلی شبیه سی هستش. فقط تفاوتش اینه که شما قبل از این که مثلا برنامه جاوا رو اجرا کنین روی مثلا ماشین A و ماشین B که این مثلا آرم، اینم اینتل، یه چیزی لازم دارین به نام ماشین مجازی جاوا، جاوا ویرچوال ماشین. ماشین مجازی رو که در واقع نصب میکنین، این امکان به وجود میاد که یه برنامه جاوا رو هم رو این ماشین اجرا کنین هم رو اون ماشین. اما چطوری میشه که یه برنامه به این زبان این یکی ماشین و به زبان اون ماشین همخوان باشه، یعنی به هر دو تا زبان از ماشین هر دو تا همخوان باشه؟ داستان اینه که این ویرچوال ماشینا همینجوری تو هوا آن د فلای، همینجوری تو هوا 0 و 1 رو تبدیل میکنن به اون ماشینی که قرار روش اجرا بشه. یعنی مثلا شما این برنامه رو دارین میخواین اجراش کنین روی موبایلتون که آرمه، این ویرچوال ماشین همونجا تبدیلش میکنه به زبان ماشینی. دوباره اون برنامه رو میارین رو ویندوز خودتون، روی مثلا کامپیوتر شخصیتون می اجرا کنین، میبینین که همون لحظه تبدیل میشه به زبان اسمبلی مثلا اینتل و ویندوز و اینا، رو اون اجرا میشه. خب چه مشکلی داره این؟ کامپایلر داره. آره اون کار کامپایلر انجام میشه ولی همون لحظه اجرا انجام میشه. خوبیش اینه که شما هر جایی که این برنامه جاوا رو میبرین به شرط اینکه ویرچوال ماشین داشته باشه همونجا اجرا میشه، نیاز به کامپایل دوباره نداره. کامپایل همون لحظه انجام میشه، یه جورایی میشه گفت. دستور نه بیشتر هم میشه. این دستورالعمل‌ها تبدیل میشه به دستورالعمل‌های ماشین میزبان. چی جاوا؟ نه لزوما نه. سبکتر باید، چون کنده عملا برنامه سبکتر. بگو سوال. TM ترید مارک یعنی این یه نام تجاریه، این کسی نباید اینو. جاوا خودش یعنی چی؟ جاوا میشه فنجون قهوه و اصلا چیزش همینه، یعنی لوگوش همینه. جاوا یعنی یاوا بعضی میگه. بگو سوال تو. روی اپل بیشتر چیز میکنه، مصرف میکنه. ویندوز روش نصب کنی، سیستمی که مکینتاش باشه روش ویندوز نصب کنی خیلی کند میشه. نه داغ میکنه. آره آره دقیقاً این دلیلش همون ناهمخوانی بین اوناست. یعنی اینکه اون
سخت افزار مکینتاش برای مک او اس خودش خیلی بهینه شده، به خاطر اینکه با کمترین دستورالعمل اون کاری که شما می‌خواین رو انجام بده. در مقابل نه مثلا برای ویندوز اینجوری ساخته نشده. ولی خب شما به هر حال میارین نصب می‌کنین روش و میارینش بالا، اما به اون روونی که مک او اس هست این دیگه ویندوز شما نخواهد بود. خب چرا عمومیش نکرده؟ چرا عمومیش نکرده؟ ویندوز نصبش هست. اینم سایت جاواست که شما الان دیگه مربوط به شرکت سان هست جاوا و شما میتونید برین ویرچوال ماشین ویندوز رو دانلود کنین برای ویندوز اگه دارین، ویرچوال ماشین برای آرم دانلود کنین نصب کنین. معمولا وقتی موبایلتون میخری روش نصب شده هست، اما اگه نیست یا ورژنش قدیمی هم میتونید از سایتش بگیری، البته با